ایران روز 25 مارس گفت که پیشنهاد آمریکا را درباره ختم جنگ می آموزد و در عین زمان تاکید نمود که با واشنگتن در گفتگو نیست. مذاکره هم تا الان انجام نشد. من با ضرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستانم. منبع‌های اسرائیلی آشنا با موضوع میگن پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در یک نقشه عبارت از 15 بند طلب‌های زیاد پیش گذاشته است. این طرح از بین بردن برنامه غنیسازی هسته‌ای، ختم استحصال موشک و قطع یاری به همپیمان‌های منطقه‌ای ایران را در بر می‌گیرد. ولی منبع‌ها در منطقه گفتند ایران شرط‌های خود را روشن بیان کرده گفته است که لبنان باید بخشی از همه گونه آتش بس با اشتراک آمریکا و اسرائیل باشد. سیاست ما ادامه مقاومت هست، ادامه دفاع از کشور هست. بنای مذاکره نداریم تا الان. کاخ سفید از تصدیق جزئیات خودداری نمود و تهدید کرد که اگر ایران به پایان دادن به جنگ راضی نشود حمله ها را بیشتر خواهند کرد. عناصر باقی مانده رژیم ایران امکانیت دیگری برای همکاری با پرزیدنت ترامپ را دارند و باید جه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشته دست از تهدید امریکا و متحدانش بردارند. همه گونه خشونت بیشتر به آن سبب سر می‌زند که رژیم نمی‌خواهد درک کند که آنها دیگر شکست داده شده‌اند و از سازش دست می‌کشند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که جانب ایران از اعتراف مذاکرات با آمریکا می‌ترسد، زیرا در داخل زیر فشار خواهد ماند. ضمناً آنها گفتگو دارند و بسیار میخواهند که سازش به دست آید، ولی آنها از گفتن این چیز هراس دارند، چون که به این اندیشند که آنها را مردم خودشان میکشد. آنها اینچنین هراس دارند که به دست ما کشته میشوند. اسرائیل روز چهارشنبه از حمله‌های نو در داخل ایران خبر داد، در حالی که تهران نیز حمله‌های پهپادی خود را علیه اسرائیل و همپیمان‌های آمریکا در منطقه ادامه می‌دهد. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که این نیزا خاورمیانه را به یک جنگ وسیع مقیاس ټیله می‌دهد و از رهبران خواست که از توسعه خشونت‌ها خودداری کنند و از راه دیپلماتی پیش روند.